روز سوم در شرایط کاملا جنگی هستیم و اینترنت هم کاملا قطع شده. به نظر من در این لحظه همه چی به اینجا رسیده که آیا ترامپ و دولت آمریکا از معترضین در ایران دفاع میکنن و پشتشون وای میستن یا نه. این قضیه خیلی پیچیده تر از اون چیزی که مردم فکر میکنن که حالا ترامپ میخواد بره این ور یا اون ور. ترامپ نگاه میکنه که مردم آمریکا افکار عمومی و به خصوص طرفداراش چی فکر میکنن و در این لحظه طرف ما ضعیف‌تره در بین طرفدارای ترامپ. دلیل اصلیش هم اینه که شما اگه خودتون بزنین جای اون آدمای آمریکا اصلا هیچی نمیدونن از که این آیا طرف خوبه این طرف بده. میگن ما نیروامون رو بفرستیم اونجا، خودمون رو تو زحمت بندازیم بین دو نفری که اصلا ما نمیشناسیمشون که چی بشه. خب من یه چیز خیلی ساده میخوام بگم تا بتونیم به این مسئله خیلی کمک کنیم و تو زمان خیلی کوتاه. ببینین خیلی الان رفتن که با CNN نمیدونم MSNBC با این میدیای بزرگ صحبت کنن، اونم عالی. خب ولی یه کار خیلی سریعتر و قوی‌تر میشه انجام داد. توی آمریکا مخصوصا بین جوونا الان این ایندیپندنت کریئتورها بزرگترین بلاک اتنشن جوونا رو دارن. بالای 50% از اتنشن جوونا یوتیوب و ایندیپندنت کریئتورها هستن الان. و شما اگه نگاه کنید خود ترامپ هم 2 هفته آخر انتخاباتش رو همشو داشت تو پادکست ها اینا چیز میکرد. یک، اینا خیلی مهمن تو شکل افکار عمومی آمریکا. دو، خیلی سریع میشه اینا رو عوضشون کرد به خاطر ترندایی که الگوریتمای ترندی که مثلا یوتیوب و اینستاگرام و سوشال میدیا اینا دارن، به خاطر ریکامندیشن انجینا و در نهایت به خاطر اینکه این در نهایت یه محمد آقای تو زیرزمین خونش نشسته با یه آیفونی هر لحظه میتونه تصمیم بگیره که میخواد امشب راجع به چی صحبت کنه. و اگه ما ریوارد، حالا پول یا هر چی، جایزه به اینا بدیم، اینا حرکت میکنن میان به سمت ما. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که این ریوارد، جایزه‌ای که ما بهشون میدیم به شکل پول نیستش، به شکل لایک، فالو، سابسکرایب، کامنته. خب و ما 8 میلیون آدمی میتونیم الان وارد صحنه بشیم و اینو در عرض چند ساعت عوضش کنیم. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ اولا که اونایی که اصلا بی ربطن رو ولشون کنیم. اون که راجع به توپ قلقلی صحبت میکنه هیچ وقت نمیاد راجع به ایران صحبت کنه یه شب. خب اونا رو ایگنورشون کنیم. بر اساس اهمیت این پادکست ها، بر اساس اینکه چقدر احتمالش هست که بیان به سمت ما، موویبیلیتیشون، و بر اساس دیرکشن کلی که این رسانه اون طرف داره، من به 4 تا تیر اصلی که الان باید روشون تمرکز کنیم اینا رو جدا کردم. خب یکی اون گنده ها هستن که خیلی اهمیت دارن، که بالای 5 میلیون سابسکرایبر دارن و تا یه حدی هم راجع به مسائل سوشال و سیاست و اینا صحبت میکنن، یه افینیتی وجود داره و اونا تا حالا صحبت نکردن. خب مثلا جو روگن و نمیدونم اینجور پادکست های خیلی بوده. زیر آخرین پستشون برین کامنت بذارین و خیلی مؤدبانه بهشون بگین که طلبکار نباشین. هیچ کی از آدم طلبکار خوشش نمیاد. خیلی مؤدبانه برین بگین، استوریتون رو بگین ما طرف آزادیم، طرف فریدامیم، طرف هیومن رایتیم، طرف نمیدونم وستیم فلان. این همه چیزایی که شما طرفدارشید ما طرف ایناییم و تو همیشه راجع به این مثلا ارزش‌ها صحبت کردی، الان وقتشه که بیا نشون بدی و از ما حمایت کنی. خب این که کاتگوری شماره 1. کاتگوری شماره 2 که خیلی تریکیه، اون سوپر لارجایی ان که اتفاقا دارن با رژیم کار میکنن، مثل تاکر کارسون یا مثلا خیلی از این لفت وینگایی که چون ضد ترامپن دارن قشنگ با طرف خامنه‌ای رو گرفتن الان. خب بازم دوباره مؤدبانه برین زیرش بنویسین شما طرفدار فریدامین، طرفدار فلانین، چجوری مثلا رفتین الان مثلا پشت اینو چیز کردین، یا حداقل یه چیزی بهشون که حداقل طرف خامنه‌ای و رژیم رو الان نگیرن. این گروه شماره 2. گروه شماره 3 اونایی که مید سایز ترن، مثلا 100 که اینا سابسکرایبر دارن و تا حالا یه مثلا کوچیک 30 ثانیه یه دقیقه یه هینتی دادن، اونا رو برین زیر پستاشون بگین دمت گرم، تشکر کنین فلان، ولی بهشون بگین که بازم باید صحبت کنی. خب یه دقیقه کافی نیست، یعنی اینجوری بگین که دمت گرم ولی بیشتر صحبت کن اینطوری، و بگین که یه جوری که طرف احساس کنی تو تیم ماست. خب و ادامه بده. خب و کانتنتاش هم شروع کنین شیر کردن. و دسته 4 اونایی که کوچیک‌ترن، مثلا 10k سابسکرایبر یا مثلا tens of thousands اینان و آردی کانتنت خوب پست کردن. اگه کانتنت خوبه اشکال نداره که فالووراشون اون قضیه، شما برین براشون شیر کنین و اونا رو به قول معروف اینکاریجشون کنین که باز بیشتر و بیشتر براتون پست کنن و ازشون بخواین بگین کانتنت جدید پست کنن و اینا میرن میکنن. اینا دنبال فالوور و دنبال لایک و دنبال اینجور چیزا هستن و این انرژی رو بگیرن، احساس کنن سمت خوبی هستن، میرن براتون تولید میکنن. و یه نکته آخر این که حتما بهشون بگین که ما اینو میخوایم، اینو نمیخوایم. اصلا انتظار نداشته باشین که یه نفری که مثلا تو آمریکا داره زندگی میکنه مثلا راجع به سیاست ایران بدونه که این خوبه یا بده. خیلی ممکنه که اینا اشتباه فکر کنن راجع به خیلی چیزا. دقیقاً بگین آقا ما از فلان چیز فلان کس رو میخوایم بندازیم بیرون یا مثلا فلان کس رو میخوایم بیاریم. خیلی کلیر بگین این چیزا رو زیر کامنتاشون. ما یه دونه تلگرام هم درست میکنم، همین زیر گذاشتم، بچه‌ها دارن به قول معروف این کانتنت ها رو جمع میکنن، تو پست میکنن. شما مگه کانتنتی دیدین که باید پروموت بشه به ما بگین،
کلا ایده اینه که بریم زیر اون جاهایی که استراتژیک هستن و میتونن میدیا رو خیلی سریع به قول معروف شکل بدن، بریم و اینا رو هولشون بدیم که سریع بیان به سمت ما، به خاطر که توی این 24 ساعت 48 ساعت آینده این خیلی چیز مهمه که افکار عمومی آمریکا به خصوص جناحی که الان داره دولت رو در دست داره به چه سمتی حرکت میکنه.